در مورد مایع لباسشویی یوموش میخواستم توضیح بدم که 2.5 لیتر هستش. برای تمامی لباس استفاده میشه. از این مایع وقتی استفاده میکنیم دیگه لباس هامون پرز نمیده و خیلی خوب شستشو میشه. البته کسایی که از مایع لباسشویی استفاده میکنن برای اینکه مایعشون اسراف نشه حتما باید با این روش از این مایع لباسشویی استفاده کنن. وقتی ماشین شروع به کار کرد باید صبر کنیم تا قسمت آب کشیش انجام بشه. تا این قسمت ها که آب اومد اون موقع مایع رو اضافه میکنیم تا مایع بیاد روی لباس ها بشینه. مایع لازم رو میریزیم تو قسمت مایع. بعد داخلش آب میریزیم. تا این مایع راحت بره بشینه روی لباس ها و دیگه اسراف نمیشه. هم عطر و بوش میمونه، هم به راحتی میتونه تمیز کنه لباس ها رو. اگه دوست داشتین سیوش کنین و به دوستاتون هم بفرستین تا بتونن از این آموزش استفاده کنن و از این مایع لباسشویی وقتی استفاده میکنن اسراف نشه.